دوستان سلام، روزتون بخیر. صدای من رو دارید؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب، ما میریم سراغ درسمون. اگر نکته و سوالی دوستان دارن من در خدمتشون هستم. به نظر سوالی نیست. خب مشکلی. خب ببینید، من تو این جلسه راجع به در واقع سوخت‌های بنزینی و دیزلی و سوخت‌های جایگزین، این دوتا بخش باقی مانده از بخش سوم صحبت میکنم و راجع بهش حرف میزنم. بعد اگر خدا بخواد جلسه آینده من آغاز میکنم صحبت کردنم رو راجع به سمینار و توضیح اینکه قراره چه اتفاقی بیفته و چه جوری کار بکنیم، تا شما فرصت داشته باشید که اون مجموعه مطالبی که برای سمینارها لازم است آماده کنید رو آماده بکنید. بعد دوباره برمیگردیم سر بحثامون و سر این مقدماتی که باید انجام بدیم و توضیحاتی که مربوط به درس هامون هست و جلو میریم. خب اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که دوستان ترجیحاً یک شنبه هفته آینده رو در کلاس حاضر باشند، به خاطر اینکه بتونیم راجع به این صحبت کنیم و به این موضوع توجه داشته باشند. حالا به گروه بندی و اینها برسیم هم، حالا اگر بشه تو اون جلسه انجام بدیم. حالا من یه خورده نگرانم چون دوستان استعدادهای درخشان ما هنوز ثبت نام نکردند. من یه خورده نگران اون عزیزان هستم. حالا ببینیم که چه میشه و چه جوری میشه کار کرد و جلو رفت. خب من یه لحظه اگر به من اجازه بدین، لینک کلاس رو هم برای یکی از عزیزان بفرستم که اگر خواستم وارد بشن. از بچهای استعداد درخشان کسی تو کلاس هست؟ سلام به همه عزیزان. از بچهای استعداد درخشان ورودی امسال، یعنی ورودی 1400، کسی توی کلاس هست؟ خیلی خوب. این عزیزان بسیار عالی. ثبت نامتون انجام شده، تموم شده، یعنی انتخاب واحد کردید یا همچنان با لینک دارید وارد میشید؟ خیلی خوب. با لینک داره میشین. بلا تکلیف که منتظر وزارت سازمان سنجش هستیم اسامی رو اعلام بکنه دیگه، ما که داریم کارمون رو انجام میدیم. خیلی خوب. اگر دوستان مشخص هست تعدادشون، یه خورده حالا ببینم تا هفته دیگه ببینیم چیکار میکنیم، چون راجع به گروه بندیامون یه مقدار ممکنه دچار مشکل بشیم. خب اجازه بدید بریم سراغ بحثمون. آره خب خیلی خب، بسیار عالی. خب ما گفتیم بریم بحثمون رو ادامه بدیم روی این مبحث. یه بخش اگر امروز تموم کنیم که حالا فرصت هم داریم، به نظر من خیلی طولانی نخواهد شد. پس ما اینجا امروز راجع به سوخت‌های بنزینی و دیزلی و بعدم یه مقدار توضیح در مورد سوخت‌های جایگزین خواهیم داد به عنوان مسائلی که به عنوان موضوعات مهم مربوط به موتورهای احتراق داخلی هستند. خب بریم سراغ بنزین. اول بریم سراغ بنزین. فکر می‌کنم اینا رو گفتم، حالا من دوباره سریع مرور میکنم. جلسه پیش ناگهان قطع شد کلاسمون. گفتم بنزین مایعی
مشتق شده از نفت تو پالایشگاه تولید میشه به عنوان سوخت مناسب موتورهای اشتعال جرقه‌ای هست که به همین علت اصلا به اون موتورها موتور بنزینی میگیم. توی انگلیسی زبان هم با اسم پترول میشناسنش، پترول انگلیسی بانترشه، بریتانیاییشه در واقع. ما این عبارتایی که حالا بیرون اصولا استفاده میکنیم و میبینیم گسولین هستش که مخففش گس هست و حالا توی در واقع پمپ بنزین های مثلا کشورهای انگلیسی زبان میبینیم گس استیشن نوشته شده، منظور پمپ بنزین هستش. عمدتا مخلوطی از هیدروکربن های سبک از C5 تا C10 هستش. بنزینی هم که عبارتی که ما داریم به کار میبریم و کلمه‌ای که به کار میبریم معادل آلمانی نام این سوخت هست. علت اینکه تو فارسی هم ما بهش میگیم بنزین این هستش که اولین پکیج های سوختی که وارد میشد برای خودرو از آلمان وارد کشور ما میشد و به همین علت به این اسم ما میشناسیم. قبل از اینکه اصلا پمپ بنزین راه بیفته و باب بشه یه سری فروشگاه بودن که تو این قوطی‌ها بنزین میفروختن، سوخت میفروختن، اینا از آلمان میومد و به اینها بنزین میگفتن. خب اما سوخت دیزل، سوخت دیزل نه خانم اسدی، این توضیحات بیشتر کلیه، ما کلیات رو میخوایم بدونید. خب بعدم که امتحانتون که احتمالاً کتاب باز خواهد بود دیگه با این شرایطی که دارد پیش میرود، حالا معلوم نیست، نه نگران این موضوعات نباشین، امتحانتون کار چیز دشواری نیست. این سوالم اگر بیاید سوالات کلی میاد، مثلا حفظ کردنی درس نمیدیم بهتون، میخوایم مفاهیم رو درک کنید و موضوعات رو بشناسید. خب اما سوخت دیزل که بهش نفت گاز هم میگیم و حالا تو عبارت‌های فارسی بهش گازوئیل میگیم و گازوئیل هم دوباره عبارت آلمانی این سوخت هست. به هر گونه سوختی که در موتورهای دیزل به کار بره، یعنی اون موتورهایی که مبنای احتراقشون بر مبنای پاشش هست یا اشتعال تراکمی هست، بهش دیزل میگن. بیشتر از روش تخلیه جزء به جزء مازوت به دست میاد، اما روش‌های دیگه‌ای هم برای تولید سوخت دیزل وجود داره. خب مهمترینشون در واقع بیودیزل ها تبدیل زیست توده به مایع، خب بایوماس تو لیکوید و گاز به مایع، گاز تو لیکوید هستش. ببینید بنزین فقط تو پالایشگاه تولید میشه. خب پالایشگاه تولید میشه. حالا پتروشیمی هم البته میتونه که خب اون بحثاش جدای، ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم اصلا. منتها به هر حال پالایشگاهی است بنزین. اما دیزل علاوه بر پالایشگاه از مسیرهای دیگه‌ای هم میشه تولید بشه. یکیشون استفاده از روش‌های پسماند هست، مثلا پسماند روغن‌ها یا مثلا دورریزهای گیاهی کارخونجاتی که مثلا با صنایع غذایی دارن کار میکنن، میدونم پوست ذرت، هر چیزی مثل این. خب اینها یه سری قابلیت دارن که ما میتونیم به وسیله یک سری از روش‌های شیمیایی تبدیلشون کنیم به دیزل. به بنزین نمیتونیم تبدیل کنیم، به دیزل میتونیم تبدیل کنیم، به خاطر اینکه هیدروکربن‌های سنگین‌تری هستن اصولا. بنابراین دیزل از جاهای مسیرهای مختلف به دست میاد، قابلیت به دست اومدن از مسیرهای غیر پالایشگاهی رو هم داره. خب که خیلی جا ممکن است چنین چیزی استفاده بکنه. بحث استفاده از تولید دیزل از پسماندها خیلی خیلی مهمه. مثلا فرض کنید روغن سوخته رستوران ها حجمشون کم نیستن دیگه، موقعی که مصرف میکنن میریزن، اینا همشون قابلیت تبدیل به بیودیزل رو دارن. خب بهشون هم بیودیزل میگن، نشون بدن که از منبع حالا گیاهی به دست اومد، از منبع آلی به دست اومد. یه روش دیگه هم داره برای دیزل، بهش میگن GTL یا گاز تو لیکوید. این ربطی به پالایشگاه و چای نفت نداره، از چای گاز به دست میاد. یعنی متان از گاز، از CNG که متان از گاز طبیعی به دست، از نچرال گاز به دست میاد. یه فناوریه که حالا فناوری نسبتا پیچیده‌ایه و پیشرفته‌ای محسوب میشه و میشه گاز طبیعی رو از در واقع تو پالایشگاه‌های گاز به چیز تبدیل کرد، به گازوئیل تبدیل کرد. خب کشور ما حالا دنبالش هست، همچنان به صورت جدی محصول نداریم ازش، ارزش افزوده‌ای به شدت زیادی داره این کار
کشور مثلا قطر این کار رو انجام میده و قطر حتی یه سری در واقع شناورهای غول پیکر داره که اینا میان توی کنار ساحل، کنار در واقع مخازن گازیشون گاز ذخیره میکنن. بعد اینا خودشون کارخونه تبدیل گاز به مایع هستن. تو مسیری که تو اقیانوس دارن حرکت میکنن به دیزل تبدیلش میکنن و بعد از اینکه به دیزل تبدیل کردن در مقصدشون دیزل میفروشن. یعنی به جونی از آبهای آزاد برای خاک نداشتهشون دارن استفاده میکنن. بسیار سوده هست این عملیات و این روند. ولی بیشتر برای ما مهم اینه که بدون دیزل از روش‌های غیر سوخت فسیلی هم به دست میاد و یکی از سوخت‌هایی که در آینده به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت قطعاً همین هست. اگر خاطرتون باشه بحثی که ما انجام دادیم در مورد حالا آینده موتور و بحثایی از این که میخواد بشه، یه بارم بعدا مفصل صحبت هم میکنیم راجع بهش. یکی از چیزهایی که میتونه آینده موتورهای احتراق داخلی رو زنده نگه داره در واقع بحث بیودیزل هست. محدوده هیدروکربن های سوخت دیزل ما از C14 تا C20 تا C25 هم میتونه برسه. تقریبا همین در همواره سنگین تر از موتورهای سوخت های بنزینی هستش از لحاظ هیدروکربنی. نقطه جوششون بالاتره و وقتی تعداد کربن های این ترکیب ما زیادتر میشه مسلما ایزومرهای مختلف و ساختارهای متفاوتی هم توش به وجود میاد. گروه های پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک توش وجود داره. همونطوری که گفتم بهش گازوئیل هم گفته میشه. اما نکته مهم اینه که تو این بحثی که ما داریم اینه که چرا یه سری از این هیدروکربن ها و ترکیب های سوختی ما میگیم متناسب هست. خب ما میگیم متناسب هست با ببخشید. خب چرا میگیم بعضیاشون متناسب هست برای موتورهای اشتعال جرقه‌ای یا بنزینی، بعضیاشون مناسب هست برای موتورهای اشتعال تراکمی یا دیزلی؟ برای اینکه چنین چیزی رو تعریف کنیم و بشناسیم اینکه چرا برای این مناسبه چرا برای اون مناسبه، اول باید یه توضیح بدیم در خصوص اینکه کدوم خاصیتشون هستن که اینجا تاثیرگذاره و مهمه. خب برای این کار یه توضیحی اگر بخوایم در این زمینه بدیم، خب اول باید یه چیزی رو تعریف کنیم به اسم دمای خود اشتعالی یا auto ignition temperature. به چه دمایی میگن دمای خود اشتعالی؟ میگه اگر دمای مخلوط هوا و سوخت، حالا هر ترکیبی، به اندازه کافی افزایش یابد، مخلوط بدون نیاز به عامل محرک مثل جرقه شمع خود به خود مشتعل میشه. ببینید میدونیم که سرعت واکنش به دما وابسته است. یک واکنش احتراقی میخواد به وجود بیاد، یه سری واکنش های آغازین داره که شکسته شدن پیوندهای اولیه است و اینا انرژی لازم داره. حالا اسمشو میخوایم انرژی اکتیواسیون بذاریم یا هر چیز اسمشو میخوایم بذاریم مهم نیست الان. خب شیمیشو الان نمیخوایم بحث کنیم. جرقه اینو تامین میکنه. واکنش‌ها که شروع بشه بعدش دیگه زنجیره‌ای میره جلو. اما اگه جرقه نداشته باشیم، دما اگه تا یه حدی بالا بره، سرعت این واکنش‌های آغازین به حدی میرسه که این واکنش‌های زنجیره‌ای رو شکل بدن. به این دمایی که خود به خود یک مخلوط سوخت و هوا رو محترق میکنه میگن دمای خود اشتعالی. خب حالا سوخت بنزینی مناسب چه سوختیه؟ سوخت بنزینی مناسب سوختی است که مقاومتش در برابر خود اشتعالی زیاد باشه. یعنی حتی اگر به این دما رسید، به این شرایط داره میرسه، خب دیرتر این اتفاق براش بیفته. به نوعی در برابر خود به خود منفجر شدن مقاومت کنه. خب چرا ما دنبال این خاصیت میگردیم تو سوخت‌های بنزینی؟ خب چه فایده‌ای برای ما داره؟ خب همونطوری که یادمون هست ما تو به موتورهای بنزینی با سیکل اشتعال جرقه‌ای اون چیزی رو که متراکم میکنیم مخلوط هوا و سوخته. خب مخلوط هوا و سوخته وقتی متراکم هم میشه دما و فشارش میره بالا. بنابراین ما یک مخلوط هوا و سوخت داریم که دائما دماش داره میره بالا و ما دوست داریم زمان احتراق رو خودمون کنترل کنیم. یعنی هر وقت خواستیم جرقه بزنیم این منفجر بشه که اون مقدار قله فشار، پیک فشارش کمی بعد از نقطه مرگ بالا باشه که بهترین کار ممکن به وجود بیاد. انتگرال
PDAVش از همه چیز زیادتر بشه. خب دوست داریم کار بیشتر انجام بشه دیگه. خب بنابراین به هیچ عنوان علاقه نداریم که قبل از اینکه ما جرقه بزنیم این خود به خود منفجر بشه. اگه چنین اتفاقی بخواد بیفته ما مجبوریم دماشو بیاریم پایین‌تر، یعنی نسبت تراکم رو بیاریم پایین‌تر، یعنی بازده موتور رو کمتر کنیم. پس هر چقدر نسبت تراکم بتونیم ببریم بالاتر موتور ما بهتر میشه. سوخت باید چه قابلیتی داشته باشه؟ هیچی. سوخت باید قابلیت اینو داشته باشه که مقاومتش در برابر خود اشتعالی بیشتر باشه. حالا این مقاومت در برابر خود اشتعالی رو با چه معیاری میسنجیم؟ چه جوری می‌خوایم با هم مقایسه کنیم بگیم این بهتره اون بهتره؟ یه معیاریه که تعریف می‌کنیم چی هست؟ اسمش از عدد اکتان. عدد اکتان یا اکتان نامبر. خب اکتان نامبر وظیفه‌ش اینه، مثلا میگیم اکتان نامبر این سوخت انقدر، این یکی هم انقدر. هر کدوم بیشتر باشه یعنی مقاومتش در برابر خود اشتعالی بیشتره، یعنی سوخت بنزینی مناسبی محسوب میشه. اما سوخت دیزلی چطور؟ سوخت دیزلی یه جورایی برعکسه. ما تو موتور دیزل هوا رو متراکم میکنیم، دما فشارش رو میبریم بالا، بعد اون ته مرحله تراکم سوخت رو میپاشونیم. سوخت که میپاشونیم سوخت باید دما فشار به اندازه کافی بالا است. سوخت باید بلافاصله محترق بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بره جلوتر، نمیدونم سرد بشه، بره به جداره ها برخورد کنه. نه اصلا هیچ کدوم از اینا دوست نداریم. اتفاقا دوست داریم سریع یه مخلوطی اونجا شکل بگیره، منفجر بشه، تموم بشه بره. بنابراین من دنبال سوختی میگردم که خود اشتعالی مناسبی داشته باشه برای وقوع مناسب احتراق. خب پس یه جوری برعکسه. من یه سوخت دوست دارم سوخت بنزینی باشه که در برابر خود اشتعالی مقاومت کنه، یه سوخت دوست دارم نه اصلا مقاومت نکنه، شرایطش که فراهم شد سریع منفجر بشه. خب معیار این چیه؟ معیار این عدد ستانه. با اسم عدد ستان میشناسیم و سوخت دیزلی مناسب سوختی است که عدد ستانش بالا باشه. حالا هر کدوم از اینها رو، عدد اکتان و عدد ستان رو چجوری اندازه میگیرم؟ من برای اینکه عدد اکتان رو اندازه بگیرم قبلش لازمه یک مفهومی رو تو موتور احتراق داخلی برای شما تعریف کنم. و اون مفهوم ناک یا کوبش هست. خب مفهوم ناک یا کوبش هست. کوبش یعنی چی؟ کوبش هر احتراق کنترل نشده در موتور رو که نرخ آزادسازیش هم خیلی سریع بالا میره رو بهش میگیم ناک. احتراق کنترل شده چیه؟ احتراق کنترل شده احتراقی هستش که شمع جرقه بزنه، یه شعله‌ای شکل بگیره، به صورت یک نیمکره پیشروی بکنه در محفظه احتراق، کل محفظه احتراق رو عملاً طی کنه، همه سوخت و هوا بسوزه، به محصولات احتراق تبدیل بشه و در طی این مسیر محفظه احتراق به دو ناحیه سوخته و نسوخته تقسیم میشه و الی آخر. هر چیزی غیر از این باشه میشه ناک. خب چون کنترل نشده است. حالا ناک چجوری اتفاق میفته؟ ناک به دو صورت اتفاق میفته. یا قبل از اینکه من جرقه بزنم این مخلوط خود به خود منفجر میشه. از کدوم نقطه منفجر میشه ما نمیدونیم، واسه داره کجا داغ‌تر باشه، این میشه ناک. یا اینکه نه، جرقه زدیم، شعله داره جلو میره، منتها تو اون ناحیه نسوخته که هنوز شعله بهش نرسیده، این شکلی که داریم اینجا میبینیم، خب ما به این گازهای باقی مونده که هنوز شعله به این فلیم فرانت جبهه شعله است، اینجایی که نرسیده با نقطه چین نشون میده بهش میگن اندگس. خب اندگس این هنوز نرسیده بهش. این اندگس ما یک دفعه اگه خود به خود منفجر بشه دما فشارش میره بالا دیگه، احتراق داره فشرده میکنه. اونجا هم اگه منفجر بشه انگار یک موج دیگه داره به وجود میاد. خب یک موج دیگه داره به وجود میاد، به اون هم میگیم ناک. که این ناک دوم اصولا تو موتور بیشتر از ناک اول اتفاق میفته. ناک اول با تنظیم زمان جرقه قابل کنترله. خب ناک اتفاق میفته، اتفاق عجیب میفته، این که این نمودار تغییرات فشار بر حسب درجه لنگ یه چیز منحنی خیلی شسته رفته و اسموس و مشتق‌پذیریه، میره بالا میاد پایین، یه دفعه چیزها اتفاقات عجیب غریب توش میفته، نوسانات عجیب غریب اتفاق میفته. ناک به شدت برای موتور ضرر داره. به شدت ناک برای موتور ضرر داره. آسیب‌های شدید میزنه. این نرخ افزایش فشار هم معادل ضربه است دیگه. خب حالا این کوبش که دارم میگم مفهومش همینه، انگار یه چیزی داره میکوبه، صداهای عجیب غریب میده، سوپاپا رو نابود میکنه، ممکنه اصلا سرسیلند رو بشکونه، میدونید سرسیلند رو بشکونه، یه لایه از روی در واقع تاج پیستون تیکه کنه، اصلا خیلی اتفاقات عجیب غریبی میفته، رینگ رو از بین ببره.
ما دوست نداریم این اتفاق بیفته. خب دوست نداریم این اتفاق بیفته. خب حالا راجع به ناک نمیخوایم صحبت کنیم. ناک یه سری سیستم‌های کنترل داره که موتور به ناک نمیرسه. خب اما برای اینکه حساب کنیم چجوری به ناک نرسه و معیارمون برای اندازه‌گیری ناک چیه، خب معیارمون همینه. حالا یکی از مهمترین چیزهایی که برای ناک استفاده میشه، خب این عبارته. خب دی فی به دی تتا. خب حالا اسمشو من بذارم ناک اینتنسیتی. خب شدت ناک، یعنی مشتق پی به تتا رو حساب میکنن. خب ببینید که اینجا وقتی این اتفاقای عجیب غریب میفته یه دفعه میره بالا، این مشتق زیاد میشه. دی پی به دی تتا که همیشه وجود داره، بخاطر یه عددیه دیگه، بخاطر فشار که افزایش پیدا میکنه یک مقداری داره. منتها این دی پی به دی تتا، خب که حواسمون هم باشه دیگه، تتا واحد زمانه، درسته؟ خب تتا واحد زمانه، پی هم که معادل نیرو هستش دیگه، فشار دیگه، معادل نیرو هستش. یعنی دی پی به دی تتا یک جوری مشتق نیروه. یادمون میاد مشتق نیرو مفهوم ضربه است دیگه. خب مفهوم ضربه است دیگه. این ضربه از یه حد مجازی نباید بیشتر باشه. خب صفر که نیستش، همیشه هست. از یه حدی مثلا اگر بخوایم دی پی به دی تتا رو رسم کنیم برای موتور، جدا گذاشته میشه براتون. بله نگران نباش. خب این دی پی به دی تتایی که وجود دارن، خب دی پی به دی تتا وجود دارن، شدت کوبشه. شدت کوبش هم ما میگم واردش نمیخوایم بشیم، فقط دارم تعریف میکنم که از لحاظ ریاضی بدونید یه شدت استانداردی وجود داره، میگن از این بیشتر نباید بشه. الان موتورها همشون ناک سنسور دارن، این حساب میکنم به یه مرزی برسه اجازه نمیدن بالاتر بره، نسبت هم مرزی رو تغییر میدن، زمان جرقه رو انجام میدن که واردش نشه. حالا من چرا دارم شدت کوبش رو تعریف میکنم برای این حد استاندارد؟ برای اینکه میخوام چیز رو تعریف کنم، برای اینکه میخوام عدد اکتان رو تعریف کنم. خب عدد اکتان مقیاس دیگه. خب دو تا سوخت رو به عنوان سوخت مرجع معرفی میکنن. یکی ایزو اکتانه 2,2,4 تری متیل پنتان 3,8 تا 16. عدد 100 رو بهش میدن. بعد هپتان نورمال، خب هپتان نورمال که خطی هم هستش و 37 تا 16 عدد 0 بهش میدن. خب این 0 و 100 مثل درجه حرارت دیگه، 0 درجه و 100 درجه سانتیگراد. خب حالا چجوری حسابش میکنه؟ خب دقت کنید ببینید من چه توضیحی دارم میدم. خب یک موتور با این شرایط در نظر بگیرید، اینی که اسمش RON فعلا. دور موتور 600، دمای هوای ورودی 52 درجه، دمای خنک کنندش 100 درجه، دمای نمیدونم فلانش اینقدر، هر کدوم از اینا مشخص. خب مشخص. نسبت هوا به سوختش رو تنظیم میکنن. کامپرشن ریشیو نسبت تراکمش متغیر. برای چی؟ برای رسیدن به استاندارد ناک. خب استاندارد. حالا یعنی چی؟ الان توضیح میدم. اون سوخته که میخوایم عدد اکتانش رو اندازه گیری کنیم، خب میریزیم توی این موتور. خب موتور رو روشن میکنیم. نسبت تراکم تغییر میکنه. خب تو هر باری که ما تو هر دفعه که میریزیم نمودار فشار بر حسب تتا رو رسم کنیم، مشتق بگیریم دی پی به دی تتا، خب یا مقدار ناک قابل اندازه گیری. نسبت تراکم رو انقدر بالا میبریم که این مقدار ناک به یه مقدار استاندارد برسد. خب ما اینجا تست نمیخوایم درس بدیم چقدر و چه جوری و فلان این حرفا رو کاری نداره. به یه مقدار استاندارد برسد. به اون مقدار استاندارد که رسید، حالا تو هر نسبت تراکم این اتفاق افتاد، 8 9 10 11 12 هر فیکس نسبت تراکم رو نگه میداریم، دیگه دست نمیزنیم، نسبت تراکم سر جاش باقی میمونه. سوخت رو قطع میکنیم، دیگه این سوخت رو نمیریزیم. بعد شروع میکنیم ترکیبی از اون دوتا سوخت مرجع میریزیم. اول خب ایزواکتان خالی میریزیم، نسبت تراکم عدد شدت کوبشش رو اندازه میگیریم. به احتمال قریب به یقین از این شدت کوبش استاندارد کمتر. شروع میکنیم 99% ایزواکتان به اضافه 1% هپتان نورمال میریزیم.
هپتان نرمال چون سوخت نامرغوبیه قطعا مقاومت در برابر خود اشتعالیش کمتره، شدت کوبش رو افزایش میده. این کار رو انقدر ادامه میدیم خب تا به یه ترکیب سوختی برسیم که شدت کوبشش برابر شدت کوبش استاندارد میشه، نسبت تراکم هم که همون بوده. میگیم بسیار عالی. حالا این شد متر و معیار ما. مثلا این شده 75% ایزواکتان به اضافه 25% هپتان نرمال. میگیم RONش یا ریسرچ اوکتان نامبرش، خب ریسرچ اوکتان نامبرش هست 75. حالا برای اینکه اثرات عملکرد موتور در شرایط مختلف رو لحاظ کنیم، یک بار دیگه همین تست رو در یک شرایط دیگه انجام میدیم. خب MON موتور اوکتان نامبر خب انجام میدیم و دوباره اندازه گیری میکنیم. این دوتا عدد رو که از RON و MON به دست اومده است میانگین میگیریم و بهش میگن آنتی ناک ایندکس. آنتی ناک ایندکس همون عدد اوکتان ماست. این عدد اوکتان سوخت ماست. اینجوری حساب میشه. پس میبینیم عدد اوکتان یک خاصیتی هست در سوخت که در شرایط عملکردیش توی موتور فقط سنجیده میشه. خیلی مهمه این موضوع. خب واسه همین موقعی که دارم بیان میکنن عدد اوکتان یک خاصیت قابل قسم خوردن نیستش. خب مثل چگالی و مثل ویسکوزیته و مثل نمیدونم انتقال، هیچ کدوم از اینا نیستش که بگیم بسته به دما اونم. نه عدد اوکتان ویژگی سوخت در فرآیند احتراقش توی موتوره. حالا همین عدد اوکتان سوخت هم که به ما میدن اگر برداریم ببریم موتور مثلا چه میدونم انژکتورش خراب بشه، کثیف بشه، اون ویژگی احتراقیش عوض میشه. بعد حواسمون به این نکته باشه. خب بله براتون میفرستم حتما. هر سوختی دیگه آقای تمام دیگه، اون سوختی که میخوام عدد اوکتانش رو اندازه بگیرم دیگه. ببین سوختی که میخوام عدد اوکتانش رو اندازه بگیرم میریزم تو موتور، انقدر نسبت تراکم رو تغییر میدم به ناکش به استاندارد ناک برسه، بعد نسبت تراکم رو فیکس نگه میدارم، پیدا میکنم چه ترکیبی از اون دو تا سوخت مرجع به همین استاندارد ناک در همین نسبت تراکم میرسن که عدد اوکتان به دست بیاره. به تفاوت این دوتا هم میگن فیول سنسیتیویتی یا حساسیت ساز. اونی که باش استاندارد رو پیدا میکنیم تعریف کردیم دیگه. اینا دیگه این دو تا سوخت رو به عنوان مرجع در نظر گرفتن دیگه. قراردادی ایزواکتان رو عدد اوکتان 100 بهش نسبت دادن، هپتان نرمال عدد اوکتان 0. بفرمایید. سلام ایدیتا، وقت شما بخیر. سلام. فرمودید اولش یه سوختی رو میریزن داخل در واقع محفظه احتراق و اینقدر تستش میکنن که اون در واقع ناک استاندارد رو به دست بیارن. بعد از اینکه اون ناک اینقدر نسبت تراکم رو تغییر میدیم تا به ناک استاندارد برسیم. بله. اون سوختی که اینجا میریزن که اون در واقع نسبت تراکم رو تغییر میدن تا اون ناک استاندارد برسه، این سوخت چی هست؟ ببین اشتباه نکنید شما، مثلا که از این ور حواستون نیست. ما داریم آزمایش اوکتان سنجی رو میخوایم اندازه بگیریم، داریم توضیح میدیم. همون سوختی که عدد اوکتانش رو میخوام اندازه بگیرم دیگه. یه سوخت به من میگن عدد اوکتانش چقدره، من اینو میگیرم میذارم تو موتور، انقدر نسبت تراکمش رو عوض میکنم به ناک استاندارد برسه، بعد میبینم این معادل چه ترکیبی از اون دوتا سوخت مرجع هست دیگه. متوجه شدید؟ اشتباه نکنید. درسته. ممنونم. خواهش میکنم. خب حالا دیگه میخوایم اوکتان اون سوخت رو به دست بیاریم. به تفاوت اینا میگن حساسیت سوخت. عملا نشون میده که سوخت ما خب چقدر به شرایط عملکردی موتور ما وابسته است. منتها این یک متر و معیار برای ما. خب این یک متر و معیار برای ما. به این میگن عدد اوکتان سوخت. حالا سوخت هایی که ما داریم، هیدروکربن هایی که ما داریم، عدد اوکتاناشون چجوری هن؟ خب چجوری هن؟ و چه شکلی اتفاق میفته؟ الان به شما توضیح میدیم. نکته اول در خصوص عدد اوکتان، خب اوکتان نامبر یا AKI آنتی ناک ایندکس، این هست
خب نکته اول در مورد آنتی ناک ایندکس این هست که هر چقدر ما نسبت تراکم موتورمون رو بخوایم افزایش بدیم، مجبوریم از سوختایی استفاده بکنیم که عدد اکتانشون بالاتر باشه، چون دم و فشار میره بالا، خود به خود ممکنه منفجر بشه. بنابراین ما به ازای هر عدد اکتان سوخت یک نسبت تراکم بحرانی داریم، یا بالعکس به ازای هر نسبت تراکم یک حداقل عدد اکتان مورد نیاز داریم. مثلا همین الان شما ببینید اگر نسبت تراکم موتور من رسید به 9.7 مثلا یه عدد اکتان 95 اینجا هست. حالا اینجا که عددی که هستش با اون چیزی که تو موتور میادم یه مقدار ممکنه فاصله داشته باشه، اشکال نداره، ولی میخوام اینو بدونید، اینو ببینید. خب که من اگر نسبت تراکم برسونم مثلا به 8.5 9 و عدد اکتان 91 92 93 95 رو نیاز دارم داشته باشم. این نکته ایه که باید حتما توجهم بهش جلب بشه. خب یک روند تاریخی داریم. سوخت‌های اولیه‌ای که تو موتورهای احتراق داخلی استفاده میشد عدد اکتان‌های بسیار کوچکی داشتن، چون اصلا بهش فکر نمی‌کردن، اهمیتی هم بهش نمیدادن، نسبت تراکم موتور هم واقعا پایین بود. خب اجزای سوختی که زنجیره‌های بلند دارند، زنجیره‌هاشون بلندتر هست اون ترکیب هیدروکربنیشون، عدد اکتانشون کوچیک میشه، یعنی سوخت بنزینی نامرغوب میشه. هر چقدر تعداد زنجیره‌ها یا شاخه‌های جانبی بیشتر باشه عدد اکتان بزرگتر میشه. همین الان شما دیدید 2 تری متیل پنتان که هی شاخه داره عدد اکتانش شده 100. اجزای هیدروکربنی که مولکول‌های حلقوی دارند، حالا چه سیکلوپنتان ها، چه سیکلوپارافین ها، چه اونهایی که در واقع بنزنی هستن، حلقه بنزنی هستن، اینا عدد اکتانشون بالاست. تو الکل ها، خب الکل ها عدد اکتانشون بالاست چون سرعت شعلهشون زیاده. این بستگی به مقاومت در برابر خود اشتعالیشو خیلی کمتر بستگی داره. این دقیقاً در متناسب با موتور بودنش اهمیت داره. خب بفرمایید آقای حسین مقدم. سلام استاد. سلام بفرمایید. سلام. ببخشید استاد یه سوال داشتم. این تو بنزین سرب اضافه میکردن برای بالا بردن درجه اکتانش بوده قبلا؟ بله الان همینجا دارم تو همین اسلاید توضیح میدم. ممنون استاد. خواهش میکنم. اینکه الکل عدد اکتانش بالاه، علتش اینه که دقیقاً اون شرایط اکتان سنجیه. سرعت شعله‌اش انقدر زیاده که قبل از اینکه اون اند گازهای نسوخته اون ته فرصت خود اشتعالی پیدا کنند، الان من اونو توضیح میدم. قبل از اینکه فرصت خود اشتعالی پیدا کنه که ناک اتفاق بیفته، سرعت شعله انقدر زیاده که میاد کل محفظه احتراق رو طی میکنه و عملا احتراق ما احتراق عادی خواهد بود. و ترکیبات، الان به سوال شما هم جواب میدم، ترکیبات و افزودنی هایی مثل تترااتیل سرب به عنوان معروف ترین افزودنی 32H54 پی بی، یعنی 4 تا رادیکال متیل اتیل وصل بود به یک در واقع اتم سرب، به شدت عدد اکتان رو افزایش میداد. خب باعث افزایش عدد اکتان میشه. خب اینم آقای خلیلی نمیشن. استاد دلیل استفاده از سوخت چیه؟ ایالی چی بوده؟ اینو من توضیح بدید آقای خلیلی، من این کلمه رو نمیتونم بخونم. دلیل استفاده از سوخت سیالی چی بوده رو متوجه منظورتون نمیشه. یعنی چی سوخت سیالی؟ سوخت غیر سیالی هم نگه داریم، سوختامون سیالن دیگه. منتظرم که تایپ کنم ببینم چه خبره. چرا فقط بنزین و گازوئیل؟ خب ببین بنزین و گازوئیل خب اولا که یه سوخت نیستن، اینا یک مخلوطی از هیدروکربن های مختلف تو یک بازه هستند، خب
که حالا قسمت‌های عمدهشون هر کدوم از این ترکیبات خاصیت‌های مرغوب‌تری دارن برای استفاده شدن دیگه. خب چیز دیگه ای نداریم عملاً. یعنی تو این بازه هیدروکربنی اگه خیلی سبکتر بکنیم دیگه گاز میشه و قابل استفاده نیست برای ما. خب اگر خیلی سنگین تر بکنیم، یعنی از مثلا 38 39 وارد 30 11 بشیم، مثلا محدوده 30 11 خیلی سوخت بنزینی مناسبی نیست، خارج شده از محدودش، هنوز دیزلی مناسبی هم نشده، بنابراین اون بالاها قرار میگیره. این دوتا به خاطر اینکه تو پالایشگاه دارن تولید میشن و این ترکیب رو ما داریم میگیریم، داریم ازشون چنین استفاده میکنیم. یعنی بنزین و گازوئیل یک دونه سوخت مشخص با یک فرمول مشخص نیستن، یک بخشی هست از مجموعی از هیدروکربن های مختلف. این ترکیبه که با این شرایط استخراج میکنیم و فرایند از گوگرد به عنوان سوخت، ببینید از گوگرد به عنوان سوخت استفاده کردن که اولا که گوگرد به شدت آلاینده است، یعنی ما همین الان توی سوختمون گوگرد وجود داشته باشه جداش میکنیم، چون گوگرد وقتی بیاد بسوزه میشه SO2 میشه SO3، این هر دوتاش آلایندگی محسوب میشه به شدت، یعنی باعث باران اسیدی میشه، باعث خوردگی میشه، به شدت ضرر دارد. او به شدت ضرر دارد. این بیشترین بازده رو اگر بخوایم تعریف کنیم، قبلا شما دیدید موقعی که مصرف سوخت رو برای شما تعریف کردم، خب مصرف سوخت تعریف کردم به شما نشون دادم که مصرف سوخت موتورهای دیزلی نسبت به بنزینی کمتر هستش، بازده موتورهای دیزل از موتورهای بنزینی بیشتر هست. خب من بذار ببینم. اول صبر کنیم ببینم آقای فلاح چیزی که نوشته رو بخونم. اجازه بدید من یه کار دیگه انجام بدم، تکنیک بزنم برای خوندن اینا، بجن که زحمت بکشیم خیلی براش. مشکل یه حل نمیشه آخر برای ما توی خب همینو داریم میگیم. سوال حالا مشخص شد اینجا، ببخشید من اونجا نمیتونستم بخونم. ببینید عواملی که بستگی داره، ما وارد شیمی قضیه نمیخوایم بشیم که از لحاظ واکنش ها چه اتفاقی میفته، ما میخوایم پارامترهای بیرونی رو ببینیم. خب مثلا من دارم میگم هیدروکربن هر چقدر زنجیرش بلندتر و طولانی تر باشه عدد اکتانش کاهش پیدا میکنه، هر چقدر تعداد شاخه های جانبیش بیشتر باشه عدد اکتانش افزایش پیدا میکنه، اگه توش بنزن باشه یا ترکیبات آروماتیک باشه عدد اکتانش افزایش پیدا میکنه، اگر الکل داشته باشه عدد اکتانش افزایش پیدا میکنه، اگه یه سری افزودنی بریزیم مثل تترا اتیل سورب که بهش سورب میگیم به صورت عادی، به عدد اکتانش افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مقاومت در برابر خود اشتعالیش بیشتر میشه. با این عدد هم سر و کار داریم برای اینکه تو موتورها با احتراق با نسبت تراکم مشخص برسیم. آقای حسنی مقدم استاد بند 2 نباید اکتان بزرگتر باشه؟ نه، هر چقدر زنجیر بلندتر باشه کوتاه‌تر میشه، عدد اکتان کوچیک‌تر میشه. به خاطر همین هم هست دیگه اصلا سوخت‌های بنزینی سبکتر از سوخت‌های دیزلی هستن دیگه. از چرا ماشینمون بنزینه فقط به آلایندگی کمتر؟ خانم اسدی دیگه درست. خانم اسدی در خصوص اینکه چرا ماشین‌های ما تو کشور ما بنزینی هستند و دیزلی نیستند، خب تو یکی دو تا جلسه ای که میخوام بحث آزادتری داشته باشم راجع بهش مفصل صحبت میکنم. خب به اینکه چرا اصلا در ابتدا، حتی یه توضیح خلاصه بدم من در جریان باشید. ببینید کنترل کردن موتور دیزلی با توجه به اینکه انژکتور بعد سوخت رو میپاشیدی و یه فرصتی برای احتراق بعد باقی میموند، برای دورهای بالا کار سختی بود. به همین علت از ابتدا که اختراع شده بودن 1940 1950 که جلو میرفت، خودروهای سواری کمتر دیزل ساخته میشدن چون نمیتونستن با دور بالا کار بکنن و ما اصلا خودروی سواری دور بالا لازم داره برخلاف خودروهای سنگین
که با دور پایین با خیال راحت مثل اتوبوس و کامیون دارن کار میکنن. خب ولی بعدش پیشرفت بسیار چشمگیری به وجود اومد، مصرف سوختشون پایینتر هستش و به اون سمت رفتن. مثلا کشورهای اروپایی خیلی خیلی زودتر از این حرفا به این سمت رفتن. هزینه‌اش یه مقدار بالاتر میره موتور، ولی مصرف سوختش پایینتره و جبران میشه. یعنی شما الان اگر توی کشور اروپایی بخوای مثلا ماشین بخری، امکان اینکه موتور دیزل یا بنزینی انتخاب کنی برای یک خودرو مشخص برای هر دو تا وجود داره. قیمتی که اون موتور دیزلش گرونتره، ولی مثلا میگن بعد از 4 سال هزینه بنزینش اینو هزینه سوختش اینو برمیگردونه. خب این نکته اول. اما اینکه ایران چرا دنبالش نرفت؟ دو دلیل. یه دلیل به شدت تاریخی وجود داره که یه بار یه قانونی گذاشتن که آقا جلوی اینا رو بگیرید، به خاطر اینکه به نظر میرسید آلایندگی بیشتری دارن تولید میکنن و از اساس اشتباه بود و همچنان باقی موند. دلیل دومش کیفیت سوخت دیزل کشورمونه. خب سوخت دیزل کشور ما، گازوئیلی که الان تو پمپ بنزینا داره فروخته میشه، مناسب خودروهای سواری دیزل نیست به هیچ عنوان. خب ماشینای سنگین ما دارن کار میکنن، میسوزونن، دود تولید میکنن، آلودگی تولید میکنن، اون بحثش جداه. خب مناسب اون نیستش. و اینکه ما چرا تولیدش نمیکنیم و دنبالش نمیریم؟ به خاطر اینکه گرون میشه. خب گرون میشه و این گرون شدن یه دفعه صنعت حمل و نقل ما رو دچار چالش‌های جدی میکنه، یعنی اثرات تورمی زیاد داره. بنابراین علت این که ما دنبال ماشین‌های دیزلی نمیریم دلایل مهندسی مکانیک قضیه نیستش. خب سیاست‌گذاری‌های کلی کشور ما هستش. اینو فقط گفتم، بعداً ان شاءالله سر فرصت راجبش مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. سوالی نمونده که جواب نداده باشم؟ نه. خب پس تترایتیل سرب هم میتونه زیاد بکنه. خب این تترایتیل سرب اثر تاریخی خیلی مهمی داره دیگه. ببینید مثلا ببینید زیاد کردنش، خب زیاد کردنش به اندازه مثلا 10 گرم بر لیتر، مقادیر زیر گرم به ازای هر لیتر، عدد اکتان 2 4 6 8 مثلا 10 تا داره زیاد میکنه. خب حالا برای ما که توی ایران زندگی میکنیم، ما دو نوع بنزین به ما فروخته میشه تو پمپ بنزینا دیگه. بهش میگیم بنزین معمولی، بنزین سوپر. تفاوت بنزین معمولی و بنزین سوپر عدد اکتانشونه. خب عدد اکتانشونه. بنزین معمولی عدد اکتانش 87، بنزین سوپر ایران عدد اکتانش 95. خب حالا این عددی که دارم میگم عددی که باید باشه، اینکه واقعا چقدر هست چقدر نیست و خیلی روش قسم نمیخوریم. خب به خاطر اینکه صنعت نفت کشور ما خود انحصاریه دیگه. خب همه چی مال خودشون، مهم نیست البته. خب خیلی سیاسی نمیخوایم بحث کنیم. خب ولی میخوام بگم همین بنزین معمولی و بنزین سوپر رو شما نگاه کنید. بنزین معمولی 87، بنزین سوپر 95. خب یعنی 8 تا با هم اختلاف دارن. خب برای این 8 تا حالا این خطا خیلی کج نزد نکنید. یه چیز تو این مایه دیگه 4 نه 5 دهم دیگه هم دیگه اشتباه نیست دیگه. 5 دهم گرم بر لیتر تترایتیل سرب که بسیار بسیار کم هم هست، ارزون هم هست. خب ارزون هم هست، میتونه بنزین معمولی به بنزین سوپر تبدیل کنه. خب بنزین معمولی به بنزین سوپر تبدیل کنه و قیمتش هم خیلی کمتر از اون تفاوت بین قیمت بنزین معمولی و سوپر هستش. اما سرب به شدت سمیه. خب سرب به شدت سمیه. ببینید از موقعی که اینا فهمیدن سرب عدد اکتان رو بالا میبره، خب راحت‌تر بود تا اینکه بخوان پروسه‌های پالایشی رو تغییر بدن. خب خیلی راحت‌تر از این بود. استفاده کردن و استفاده‌های دیگه هم ازش کردن. یعنی این سربه می اومد توی ماشین، اون قسمت‌های در واقع چیزاش که میسوخت، قسمت‌های هیدروکربنش میشوخت، سربش یه مقدار باقی میموند دیگه. از این سرب برای سختی سطوح داخلی موتور استفاده میشد. مثلا موتور یه مدت که می‌خواست آب بندی بشه، از همین استفاده می‌کردن. سطوح داخلی رو نرم‌تر می‌گرفتن، این سرب سختی رو به میداد. نمیدونم فلان مشکلی که مربوط به استحکام قطعات بود و این سرب برطرف می‌کرد. خب چون داشت استفاده می‌شد. با استفاده از این سرب اینا اومدن نسبت تراکم موتورها رو افزایش دادن. دیدن میتونن نسبت تراکم ببرن بالاتر بدون که مشکلی به وجود بیاد، بردن بالاتر. وقتی بردن بالاتر خب موتورها قوی‌تر شدن و موتور قوی‌تر شدن و یا مصرف سوخت که اون موقع اهمیت نداشت، موتور قوی شدن بیشتر مهم بود. خب مشتریشون بیشتر شد دیگه، موتورها قوی‌تر شدن، خوشگل‌تر شدن، نمیدونم فلان شدن و خیلی مشتری بهتری داشتن. خب سرب به شدت سمیه. تا سالهای سال به خاطر کم بودن تعداد خودروهای سواری این مقوله جدی گرفته نمیشد. اما از دهه 1940 1950 به صورت جدی‌تر مسئله آلودگی ناشی از موتورهای احتراق داخلی تو آمریکا مطرح شد. خب در 1960 1970 دیگه قابل تحمل نبود
ثابت شده بود این سرب موجود در هوا که تو آمریکا یا مثلا کارخونه‌های خودروسازی و شرکت‌های تولید سوخت ادعا می‌کردن این مال ما نیست، مال بقیه صنعت‌هاست، اسلحه سازی داریم، نمیدونم فلان داریم، استفاده داره میشه. ولی ثابت شد، یه داستان تاریخی داره که اگه فرصت بشه بعداً صحبت می‌کنید، ثابت شد این مال بنزینه. اما این بنزین‌های کم سرب و بدون سرب وارد شد و دیگه از 1990 تو آمریکا دیگه کلا ممنوع شد. الان تقریبا تمام دنیا ممنوعه. خب اصلا موتور دیگه یه جوری میسازن که دیگه نتونه با سرب کار کنه. الان شما خودروی خودتون رو ببینید، در باکو باز کنید نوشته unleaded petrol یا unleaded gas fuel only، فقط سوخت بدون سرب. خب بخاطر اینکه این آلودگیش انقدر زیاد شد که دیگه میخوان به سمتی برن که کسی هوس ریختن سرب رو نداشته باشه. مثلا کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن، برای اینکه مشکل اقتصادیشون رو حل بکنن، بیان عدد اکتان سوخت اینجوری ببرن بالا. خب این نمودار میانگین نسبت تراکم موتورهای سواری تولید شده در دنیا رو از دهه 1880 تا تقریبا سال 2000 نشون میده. دقت کنید، نسبت تراکم موقعی که موتور ساخته شد 2.5 بود. خب 2.5 بود. با پیشرفت‌های تکنولوژی تا این هولوش که داره می‌بینید نسبت تراکم تا 4.5 افزایش پیدا کرد. خب بعد از این هولوش زمانی سرب اومد وارد بنزین شد. تونستن تو یک بازه زمانی تا 1960 نسبت تراکم از یه دفعه از هولوش 4.5 به هولوش 10 رسیده. می‌بینید 9 خورده 10. این افزایش چشمگیر سربه. استفاده هم به شدت زیاد شد. بعد از یه جایی به بعد فهمیدن که نه این مشکل داره، شروع کردن یه مقدار کم کردن. این مثلا نوساناتی که دارید می‌بینید مربوط به زمانیه که در حال در واقع بررسی این موضوع بودن. بعد از اینکه از این هولوش سرب ممنوع شد، نسبت تراکم مجبور شدن کاهش بدن. فناوری انقدر نداشتیم که ببریم بالا. بعد از این دوباره از این سالها به بعد دیگه بهبود تولید سوخت از مسیرهای پالایشی، بهبود طراحی متریال موتورهای احتراق داخلی و تغییر شیوه‌های احتراقی و طراحی خود موتور احتراق داخلی باعث شد دوباره نسبت تراکم ببریم بالاتر و هنوز هم در همون مقطع قرار گرفت. این خب این روند تاریخی دقیقاً اثر تترایتیل سرب رو نشون میده. خیلی خیلی جنبه مهمی داره این سرب دار بودن بنزین. و یک بازه کوتاهی همین وسط هست که داریم می‌بینی خالیه. این خالی پاک شدگی تصویر و اینجور چیزا نیست. توی محدوده سالی 1900 فکر می‌کنم 43 44 تا 45 این 2 سال آخر جنگ جهانی دوم هیچ خودرو سواری تو دنیا تولید نشد. همه کارخونه‌ها جدا خودروسازی یا تعطیل شده بودن یا مشغول تولید تجهیزات نظامی بودن. خودرو سواری تولید نمی‌کردن. به همین دلیل هم خالی است. این دیتا وجود نداشتن به خاطر خالی بودنش. خب اما در کنار تترایتیل سرب یه چیز دیگه هم هستش که برای ما حالا اهمیت داره. ما تا سابقه‌اش رو توی کشور خودمون دیدیم. آروماتیک ها، اونایی که حلقه‌های بنزینی دارن، اجزای بسیار خوبی برای سوخت‌های بنزینی هستن. عدد اکتان رو به شدت افزایش میدن. این آروماتیک ها یا بنزین ها در حالت مایع چگالی بزرگی دارن، بنابراین گرمای ویژه بزرگی هم در واحد حجم دارن. آب بیشتری رو تو خودشون میتونن جا بدن و حل بکنن. این موقعی که ما کاهش دما داریم، به خصوص موقع انتقال سوخت، ممکنه باعث یخزدگی این آب موجود بشه. مثلا این جزء ایراداتشون محسوب بشه. حلالیتشون زیاده، واسه همین اگر تو مسیرشون واشرای پلاستیکی و نمیدونم لاستیکی اینجا چیزا باشه، ممکنه اینا رو حل کنن، باعث خوردگیشون بشن. خب هر چقدر میدونیم دیگه عدد اکتان رو افزایش بدن، یعنی سوخت بنزینی مناسب باشن، سوخت دیزلی نامناسب محسوب میشن، یعنی برای موتورهای دیزل به شدت نامناسب هستن. به نظر میرسه موضوع جذابیه. مثلا به نظر میرسه ما با این آروماتیکا یه جایگزینی پیدا کردیم برای سرب. خب یه جایگزینی پیدا کردیم برای سرب که میتونه کار ما رو انجام بده با یه مقدار کارها، ولی اینها هم به شدت سمی و سرطانزا هستن. خیلی خیلی خطرناک هستن ترکیبات آروماتیک و اثر مستقیمشون رو بدن بسیار بسیار بیشتر از سربه. خب این از اون موضوعاتیه که همچنان چالش داره. حالا اگر خودرو من، موتور من یه جوری ساخته میشه اگه توش بنزین سربدار بریزم به خودرو آسیب میزنم، خب یعنی اینجوری به صورت ناخودآگاه جلوش گرفته میشه یا ممکنه همه خودروها نابود بشه، از بین بره. چیزی برای جلوگیری از این ترکیبات بنزینی وجود نداره. خب حالا یه دوره‌ای تو کشور ما بحث بود بنزین پتروشیمی و بحث اینها تو یک برهه‌ای انجام شد علیرغم همه این کارهایی که وجود داره و اثرات آلایندگیش به شدت دیده شد. اثراتش رو سلامتی مردم هم دیده شد. حالا سیاست ها
میگفتن مجبوریم یا هر چیزی هست و ما اصلا واردش نمیشیم، کار با اون نداریم. ولی این هم از اون چیزایی هست که به شدت خطرناکه و باید بهش حواسمون باشه. اما اون یکی عدد ستان چه اتفاقی براش میفته؟ خب عدد ستان چی؟ عدد ستان رو برای اینکه حالا دقیق تر تعریف کنیم مفهوم ایگنیشن دیلی رو هم تعریف میکنه. خب من اگر مخلوط هوا و سوخت رو به دمای خود اشتعالیش برسونم، مثل این شکل که دارید میبینید، این نمودار زمان، این نمودار دما. خب یک زمان مشخصی من دماشو دارم میبرم بالا، این دمای خود اشتعالی منه، self ignition temperature SIT. خب ببینیم که اگر مخلوط هوا و سوخت به دمای خود اشتعالی نرسه که دیگه هیچی دماش افزایش پیدا نمیکنه، میره. خب منتها اگه دمای خود اشتعالی برسه، برای مورد شرایط مختلف عمل کردی، خب میبینیم که به دمای خود اشتعالی که میرسه تو یک بازه زمانی انگار دماش خیلی تغییر نمیکنه یا حتی کاهش هم پیدا میکنه، بعد ناگهان افزایش پیدا میکنه. افزایش ناگهانی احتراق دیگه. اینجا هم که انگار احتراق من شروع شد. منتها به این بازه زمان رسیدن به دمای خود اشتعالی، یعنی موقعی که شرایط احتراق فراهم میشه یا اصلا پاشش سوخت اتفاق میفته. خب پاشش سوخت اتفاق میفته تا زمانی که این افزایش دما و فشار ناگهانی رو ما میبینیم یا احتراق ما شروع میشه، به این فاصله میگن ایگنیشن دیلی یا تأخیر در اشتعال. حالا تو موتورهای دیزلی اگه بخوام تعریف کنم، دقیقاً مفهومش اینه که از زمانی که من سوخت رو میپاشم تا موقعی که تغییر محسوس در فشار درون سیلندر مشاهده کنم، یعنی دما و فشار شروع به افزایش بکنه، به این فاصله میگم ایگنیشن دیلی یا تأخیر در اشتعال. چون تو موتور دارم بحث میکنم، به جای اینکه بر حسب زمان بحث کنم، بر حسب درجه لنگ بحث میکنم. حالا عدد ستان چیه؟ عدد ستان راجع به این تأخیر در اشتعاله که من دوست دارم کمتر هم باشه. خب دوست دارم کمتر باشه. دوباره 2 تا سوخت مرجع میذارم. منتها این بار گفتم چون گازوئیل هست، سوخت‌های ما در واقع ترکیبات بزرگتری، هیدروکربن‌های بزرگتری هستن. 2 تا C6H34، 2 تا ایزومر مختلفش، یکی بسیار شاخه‌دار 2 4 و 4 6 8 و 8 هپتامتیل نونان، عدد ستان 15 رو بهش نسبت دادن. حالا اینا داستان‌های در واقع روال صنعتی تاریخی خودشو داره دیگه، خیلی تاریخی پشت این هست. به هگزادکان یا انستان، خب انستان یا هگزادکان نرمال، یعنی هگزادکان نرمال، یعنی یه خط 16 تا کربن پشت سر هم عدد ستان 100 نسبت دادن. حالا میان چیکار میکنن؟ حالا میان همین کار انجام میدن. یک موتور داریم با مشخصات در واقع خاص، این همون قبلی که تعریف شد. خب این بار نسبت تراکمش دوباره تغییر میکنه، نسبت تراکمش قابل تغییر هست. زمان پاشش سوختش 13 درجه لنگ قبل از نقطه مرگ بالا، این کرانک انگل بیفور تاپ دد سنتر هستش، 13 درجه قبل از نقطه مرگ بالا. سوختی که میخوایم عدد ستانش رو اندازه‌گیری گیری میذاریم توی موتور، روشن میکنیم، نسبت تراکم رو انقدر تغییر میدیم که شروع احتراق در تاپ دد سنتر بشه. یعنی چی؟ یعنی 13 درجه تأخیر در اشتعال داشته باشه. 13 درجه. حالا نسبت تراکم رو ثابت نگه میداریم. سوختای قبلی 2 تا سوخت مرجع رو انقدر ترکیب میکنیم تا همین اتفاق رخ بده. یعنی وقتی پاشش سوختشون 13 درجه قبل از نقطه مرگ بالا باشه، زمان شروع احتراقشون بشه چی؟ بشه نقطه مرگ بالا. خب حالا که این اتفاق میفته، این ترکیبی که وجود داره، این یه چیز منفی نگاه نکنید. درصد انهپتان، درصد هپتامتیل نونان، 80% این 20% این. عدد منتها میخوایم حساب کنیم، اینو دیگه ضرب در 15 صدم میکنیم چون به این 15 نسبت دادیم دیگه. یعنی اگر 100% انهپتان باشه و 0% این باشه میشه 100. اگه 100% هپتامتیل نونان باشه، 0% انهپتان باشه، میشه 0 به اضافه 15 ضرب در 100 میشه 15 دیگه. به این خاطر این عدد دادم. عدد ستان سوخت‌های دیزل معمول ما در محدوده 40 تا 60، بهش میگن ستان نامبر. خب طبیعی هر چقدر ستان نامبر بیشتر باشه، سوخت دیزلی سوخت مرغوب تری محسوب میشه. خب سوخت مرغوب تری محسوب میشه. خب حالا به چند تا نکته دقت کنید، برای ما بسیار مهم هستش. خب برای ما بسیار مهم هستش. نکته اول و صحبت اول اینه که عدد اکتان و عدد ستان برای هر سوختی قابل اندازه‌گیریه. یعنی اینکه ما بنزین داریم، گازوئیل داریم، چه ترکیبی داریم اصلا مهم نیستش.
من میتونم ببرمش تو آزمایش اکتان سنجی عدد اکتانش رو اندازه بگیرم، میتونم ببرم تو آزمایش ستان سنجی عدد ستانش رو اندازه بگیرم. پس مثل دو تا خاصیته، مثل نقطه جوش، نقطه ذوب، نمیدونم ضریب هدایت، ویز، همه چی خاصیت دیگه. عدد اکتان و عدد ستان هم دو تا خاصیت هستن قابل اندازه گیریه. منتها عدد اکتان و عدد ستان نسبت عکس با هم دیگه دارن. یعنی اگه یه سوختی رفتیم عدد اکتانش رو اندازه گرفتیم دیدیم مثلا 100، عدد ستانش خیلی خیلی کم خواهد بود. و بالعکس اگه رفتم یه سوختی رو اندازه گرفتم عدد ستانش شد 60-70، عدد اکتانش قطعا پایینه. خب عدد اکتانش قطعا پایینه. چرا؟ چون تعریفاشون عکس هم دیگه است اصلا. یکی رو میخوام خیلی راحت منفجر بشه، یکی رو نمیخوام راحت منفجر بشه. خب طبیعیه برعکس هم دیگه هستن. روابط مختلفی براشون ارائه شده. منتها گفتم عدد اکتان عددی نیست که روش قسم بخوریم، عدد اکتان و عدد ستان. این روابط هم روابط تجربی هستن. برای سوخت‌های مختلف این عدداشون با هم دیگه فرق می‌کنه. یک نمونه رو فقط آوردم برای اینکه شما ببینید. خب برای اینکه معکوس بودن اثرشون رو ببینید. مثلا ستان نامبر مساوی با 104 منهای اکتان نامبر تقسیم بر 2.75. یعنی مثلا اگر یک سوختی داشته باشم اکتان نامبرش 100 باشه که سوخت بنزینی خوبیه، ستان نامبرش مثلا میشه 1 2، خیلی سوخت ضعیف محسوب میشه. بنابراین فراموش نکنیم سوختایی که عدد اکتانشون بالا هست و به تبع اون عدد ستانشون پایین می شود برای موتورهای اشتعال جرقه‌ای سوخت مناسبی هستند. سوختهایی که عدد ستانشون بالا هست و عدد اکتانشون پایین هست برای موتورهای اشتعال تراکمی مناسب محسوب میشن. به همین خاطر هم هست که شما میبینید سوخت مایع رو که میخوان استخراج کنن تو این هیدروکربن‌ها از محدوده 36 و 37 و 38 با این محوریت تا 39 13 عدد اکتاناشون بالا هستش. اینا میرن تو ترکیب بنزین، یعنی این ترکیبا رو میفرستیم میگیم این بنزینه. بعد میرسه به 30 30 11 تا 30 16 17 30 20، اونایی که سنگین تر هستن اینا عدد ستانشون بالا، عدد اکتانشون پایینه. بنابراین اون ترکیب رو میفرستیم میگیم اینا دیزل هستن. خب میگیم اینا دیزل هستن. پس همه سوخت‌ها عدد اکتان و عدد ستان دارند. اگه عدد اکتان بالاتر باشه عدد ستان پایینتره و بالعکس، و هر چقدر عدد اکتان بالاتر باشه سوخت ما به اصطلاح بنزینی تره، معادل بنزین میشه، برای بنزین بودن مناسبه. هر چقدر هم که سوخت ما عدد ستانش بالاتر باشه سوخت ما دیزلی تره و مناسب موتورهای دیزل محسوب میشه. خب مناسب موتورهای دیزل در واقع محسوب میشه و کار میکنه. خب این پس این موضوع. حالا بریم روی بحث آخرمون، حالا سعی کنیم خلاصه هم بگیم. اما سوخت‌های جایگزین به چی میگن؟ خب و چرا ما دنبال سوخت‌های جایگزین هستیم اصلا؟ اول تعریف سوخت جایگزین چیه؟ ما دو تا سوخت داریم توی قرمزینا هم میفروشن، بهش میگن بنزین و گازوئیل، به این میگن سوخت‌های سنتی. به هر سوختی غیر از این دو تا میگیم سوخت بنزینی، به سوخت جایگزین، آلترناتیو فیول. خب به هر سوختی غیر از بنزین و گازوئیل، با هم بنزین و گازوئیل معمولی که داریم استفاده میکنیم، به هر سوختی میگن سوخت جایگزین. سوخت جایگزین چرا باید استفاده بشه؟ خب دلایل متعددی داره. یک جلسه خیلی خیلی مفصل امیدوارم بتونیم یه پرسش و پاسخ، یه بحث آزادی سر این موضوع داشته باشیم تو کلاسمون. خب اولا کاهش منابع طبیعی نفت خام. اون نفت خام نداریم دیگه، داره تموم میشه دیگه. و همین الان توضیح دادیم استفاده دیگه بعد ازش بشه. نفت خام بهتره به عنوان سوخت استفاده نکنیم. بنابراین بهتر بریم سراغ سوخت‌های جایگزین. تعداد خودروهای سواری ما به شدت در حال افزایشن، توسعه پالایشگاه‌های نفتی ما انقدر نمیتونه باشه. سوخت‌های سنتی که ما داریم میسوزونیم آلودگی چون زیاده، یه چیز چاره‌ای باشیم سوخته باشیم که آلودگیش کمتر باشه. سیاست‌های کلان کشور اهمیت داره. خب سیاست‌های کلان کشور اهمیت داره. من نه به کاهش منابع طبیعی نفت خام در دنیا فکر می‌کنم، نه به افزایش تعداد خودروهای سواری فکر می‌کنم، خب نه به قوانین زیست محیطی کار می‌کنم. خب ولی یه سری مشکل دارم. مشکل زیرساخت، مشکل سیاست‌های کج. آقا مثلا من بنزین منازل مصرف تولید کنم، زیرساختشو نداره، زیرساخت توزیعشو نداره. خب چه میشه؟ می‌بینی یه اشاره ما می‌بینه اینجوری نفت و فلان.
انتاب سوخت جایگزین هم این موضوع اروپای غربی استفاده میشد، از روسیه میرفت، از شوروی سابق میرفت. خب بعد یه دفعه بحث بلوک شرق و بلوک غرب و جنگ سرد همه چی رو ریخته بود به هم، یهو تو فرانسه همه لوله‌های گاز جمع شد، همه چی برقی شد. خب بنابراین این پارامترها مهمه. حالا میگم اون جلسه مفصل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. خب اما سوخت‌های جایگزین، من یه سری از سوخت‌های جایگزین معروف و مشهور و پرکاربرد رو من فقط اینجا برای شما اسم میبرم، به صورت تیتروار هم میگم چه اتفاقی براشون میفته. اولش الکل هستش. خب الکل چون از منابع طبیعی و صنعتی قابل به دست آوردن هستش، مزیت داره. مثلا آقای برزیل توی کشور خودش هکتارها مزرعه نیشکر داره، از شاخه و ساقش میتونه الکل بگیره. خب از روش‌های صنعتی هم قابل به دست آوردن هستش، یعنی تو کارخونه میتونیم بسازیم، بنابراین نیاز به نفت خام نداریم. عدد اکتانش بالاست به شدت به خاطر سرعت شعله‌اش، حتی بزرگتر از 100 هم میتونه باشه با توجه به ترکیباتش، چون این الکل میتونه سنگین‌تر باشه، شاخه داشته باشه، اینا همشون در واقع مزیت محسوب میشه. آلودگی کلیش پایین‌تره، در مجموع برآیند بگیریم آلودگی کمتر ایجاد میکنه. تو مرحله انبساط فشار و توان بیشتری تولید میکنه به خاطر اینکه تعداد مول محصولاتش بیشتره و این پی وی مساوی با ام آر تی، این ان آر تیش انش رو زیاد میکنه. به خاطر اینکه سرمایش تبخیری زیادی داره، بازده حجمی رو زیاد میکنه. موقعی که سوخت رو میپاشونیم برای اینکه تبخیر بشه گرمای بیشتری لازم داره. گرمای بیشتر باعث میشه که هوای اطرافش سردتر بشه، چگالیش بره بالاتر، هوای بیشتری وارد موتور بشه. و منابعی هم که ازش الکل به دست میاریم گوگردش بسیار پایینه، بنابراین آلایندگی گوگردش کمه. اما عیبای مشخصی هم داره. ارزش حرارتیش پایینه، یعنی به ازای یک جرم مشخص انرژی کمتری آزاد میکنه. به خاطر ترکیب این O و H که تو ترکیبش داره، یه آلایندگی جدید از گونه آلدهیدها اضافه میکنه که موتورهای در واقع خودسوختای بنزینی و گازوئیلی ندارن. اثر خورندگیش بیشتره. تو راه اندازی سرد موتور، موقعی که موتور خاموش هست، دمای محیط هست و میخوایم استارت بزنیم، به خصوص موقعی که هوای محیط هم سرد باشه، به خاطر اینکه فشار بخار سوختش پایینه، تبخیر سوختش سخت‌تر انجام میشه و مشکل در راه اندازی داریم. مشخصهای اشتعال ضعیف داره، یعنی پایداری احتراقش تا به حد زیادی بعضی موقع‌ها دچار مشکل میشه و این خیلی ایراد اساسی محسوب میشه، چون ما تو یک سیکل یک دونه در واقع چرخه رو اگر احتراق نداشته باشیم خیلی اتفاقای در واقع آلایندگی عجیبی به وجود میاره. شعله‌اش نامرئیه، یعنی شعله‌اش رنگ نداره و چون شعله‌اش رنگ نداره خطر به وجود ممکنه بیاره. اگر هوا به داخل مخزنش نشت پیدا بکنه، برخلاف بنزین و گازوئیل که تو مخازنش هوا هست و داره کارش انجام میده، الکل اگه مقدار هوا زیاد باشه نماش بره بالا خطر اشتعال داره. خب به خاطر اینکه بخار الکل وجود دارد. تأخیر زیاد در عملکرد مبدل کاتالیزوری داره، به خاطر اینکه دمای شعله‌اش پایین به وجود میاد، اونور کمتر تجزیه میشه. بوی الکل ممکنه زننده باشه برای بعضی از افراد و امکان وقوع قفل بخار هم داره. خب یعنی تو مسیر که داره حرکت میکنه میره، امکان داره تبخیر بشه و تبخیر شدن توی خطوط لوله‌ای که برای عبور مایع طراحی شده میتونه باعث بسته شدن اون در واقع مجاری بشه. هیدروژن سوخت بعدی به شدت سوخت مهمیه. خیلی از همین الان آینده دنیا رو روی سوخت هیدروژن میبینن. پایینه چون اصلا ترکیب کربنی نداره که بخواد آلایندگی هیدروکربنی و مونوکسید کربن و اینا تولید بکنه. سوختش به شدت در دسترسه. همه جا ما میتونیم هیدروژن تولید بکنیم، همه جا ما میتونیم هیدروژن بگیریم. هیدروژن تنها سوختی هست اگه خودش نشت کنه آلودگی نیست. ببینید الکل نشت کنه بخار کنه آلودگیه، بنزین بخارش آلودگیه، هیدروکربنن همشون، هیدروکربن نسوختن. هیدروژن تو هوا هم وجود داره، خودش آلودگی محسوب نمیشه. و اگه به صورت تخریب که میشه چه حالا فلزی که اونجا میاره میگیره، چه به روش مایعی که دما فشارش رو به شدت کاهش فشارش رو افزایش میدیم، دماش رو کاهش میدیم، تو هیدروژن انرژی داره، یعنی به ازای یه باک انرژی زیادی ذخیره میشه. خب اینا مزایاش. اما مشکلات هیدروژن اینقدر زیاد هست و اینقدر جدی هست که باعث شده که اینقدر راحت ما ازش استفاده نکنیم. اون مخزنی که در به ازای حجمش انرژی زیادی تو خودش ذخیره میکنه بسیار بسیار سنگین و حجیم هست. خب کار ما رو سخت میکنه. سوختگیری مجدد هیدروژن به خاطر اینکه فشارش زیاد هستش و دماش پایینه کار دشواریه.
هیدروژن گاز بسیار سبکیه، وقتی تبخیر میشه حجم مخصوص زیادی داره، جلوی ورود هوا رو میگیره، بازده حجمی رو کم میکنه. و علیرغم اینکه گفتم همه جا میتونیم هیدروژن به دست بیاریم و بسازیم، همچنان روش‌های تولید هیدروژن بسیار گران قیمت هستن. من هیدروژن میتونم بسازم الان اینجا، گرون در میاد خیلی به عنوان یک سوخت. درست آلایندگی‌های هیدروکربنی ندارد، کربنی ندارد، اما یه مشکل دیگه داره. چون دمای احتراقش بالاه، نیتروژن موجود در هوا رو زیاد وارد واکنش میکنه. یعنی نیتروژن این پیوند سه‌گانه رو میشکنه، اکسید نیتروژن زیادتری به وجود میاره و این اکسید نیتروژنی که به وجود میاره ضرر داره و احتمال وقوع انفجار، ویژگی‌های انفجاری داره. یعنی تو یک شرایط و محدوده این نرخ افزایش فشارش بسیار زیاده در واکنش احتراقش که بهش میگیم واکنش انفجاری. اینا معایب هیدروژن هستش. گاز طبیعی که از مخازن گاز طبیعی به دست میاد، از اونجایی که از مخازن نفت به دست نمیاد سوخت جایگزین محسوب میشه. خب این نکته اول. و گاز برخلاف نفت که کاربردهای بسیار وسیعی داره، کاربردش خیلی زیاد به اندازه نفت نیست حداقل. خب گاز طبیعی که قسمت عمده‌اش رو متان تشکیل میده، خب عدد اکتانش بسیار بالاه، 120. هیدروکربن سبکیه، واسه همین چون کمترین شاخه رو داره به شدت ویژگی‌های خاص داره، آلودگیش کم محسوب میشه و در جهان هم فراوانیش فعلا زیاده. این جاهای مختلف مخازن گاز کشف شده و فعلا هم زیاد داریم گاز. خب فعلا گاز زیاد داریم، اما به ازای واحد حجمش انرژی کمتری تولید میکنه. نیاز به مخزن سوخت تحت فشار داره برای اینکه مقدار مشخص و مناسبی نگه داریم که CNG میشود، Compressed Natural Gas میشه. خواص غیر ثابت سوختش به شدت اذیت اون میکنه. یعنی این سوخت بالاخره ما میدونیم گاز طبیعی قسمت عمدهش متانه، بعد میگیم یه مقدارش اتانه، یه مقدارش پروپانه، یه مقدارش بوتانه، میگیم خیلی خوب باشه. ولی همینا خب ممکن در حد 2% یعنی غیر متان شاید در حد 7-10% غیر متان باشه. ولی همون ترکیب به شدت عامل تعیین کننده در ویژگی‌های احتراقی محسوب میشه. یعنی وقتی در مورد شروع احتراقش داریم صحبت می‌کنیم، یهو یه هیدروکربن یه ذره سنگین‌تری زودتر میشکنه، احتراق شروع می‌کنه، بعد گاز منفجر میشه. بنابراین غیر یک نواخت بودنش باعث میشه طراحی موتور برای اینکه احتراق اون رو بخواد کار بکنه، کار رو دشوار کنه و سخت بکنه. فرآیند سوختگیریش هم کند هستش، به خاطر اینکه ما باید بریم سراغ پمپ‌هایی که پمپ گاز هستن، مخازن تحت فشار هستن، بعد منتقل بکنن و فرآیند کندی است اصولا. پروپان هم همینطور هست. پروپان هم عملاً همانند CNG، خب همانند نچرال گسه. خب منتها به پروپان میگن حالا پروپان که دارم میگم، ما پروپان رو بیشتر تحت عنوان LPG میشناسیم دیگه. پروپان از کجا به دست میاریم؟ پروپان یه مقدار از چاهای گاز به دست میاریم، منتها پروپان رو بیشتر از چاهای نفت به دست میاریم. چون نفت که میرن پایین فقط مایع نیستش دیگه، گاز هم داره دیگه. اون گاز قسمت عمدهش پروپانه، واسه همین بهش پترولیوم گاز هم گفته میشه، گاز نفتی هم بهش گفته میشه. حالا این گاز نفتی که در حالت گازی هست رو مایع میکنن به صورت مایع تحت فشار، بهش میگن لیکویفاید پترولیوم گاز که به اسم LPG میشناسیم، خیلی هم آشنا هستیم باهاش. خب این هیدروکربن گازی هستش که لیکویفاید شده، برخلاف CNG که فقط کامپرس شده، مایع نشده، گاز واقعا. این نه، این مایع شده میاد، ولی همون مشکلات رو داره. مزایاش عین همونه دیگه، عدد اکتانش بالا، آلودگیش پایینه، در دسترس، مشکل خاصی نداره. اون تا کاهش بازده حجمی و مخزن تحت فشارش و تحت مایع، مخزن مایعش تحت فشار هست و رگولاتوری که بعد بذاریم و یخزدگی مسیر و کاهش بازده حجمی، سوخت‌های گازی همشون این کاهش بازده حجمی رو دارن. هیدروژن داره، CNG داره، پروپان داره، این همه جزو معایبش محسوب میشه. سوخت‌های دیگه‌ای هم داریم که باید بهش فکر کرد. خب بنزین با فرمول تغییر داده شده، یعنی ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بنزین رو به جای اینکه مستقیم از بنزین استفاده کنیم قاطی کنیم، مثلا بنزین با الکل قاطی کنیم. خب بالاخره مصرف سوخت فسیلی ما رو کاهش میده دیگه. بالاخره به جای اینکه 100 بنزین بسوزیم 50 لیتر بنزین 50 تا الکل باش قاطی کنیم، مثل گس و هول و کارهایی که توی مثلا آمریکا انجام میشه باش. خب ترکیبات اتانول بنزینی که داره استفاده میشه، خب بالاخره به عنوان یک مسیری، حداقل مسیر واسط، برای اینکه ما بتونیم کمتر کنیم، موتور برای اونها ساخته میشه. مخلوط زغال سنگ، آب یا چیزهایی مثل این، حالا بیشتر جنبه تاریخی داره. ببخشید این خطر نداره رو کی پرسیدید آقای نادری؟ مسافت طولانی رو برای کدوم سوخت پرسیدید؟ ببین خطر نداره که ببین بدون خطر که اگر درست طراحی شده باشه، نه دیگه. اگر موتور برای LPG طراحی شده باشه خطری نداره دیگه، نه، پر استفاده میشه.
حالا اینکه ما تو ایران یه مشکلی داریم بخاطر اینکه ما موتورهای بنزین سوزمون رو میبریم تغییر سوخت میدیم، خب اونا بله خطر داره. خب ولی اگه موتور واقعا برای ال پی جی طراحی شده باشه، نه طراحی موتور که دارم میگم خیلی کار خاصی لازم نیست بکنیم ما. یه تنظیماتی تو موتور باشه ولی بقیه یک قسمت‌های خودرو واقعا برای این موضوع طراحی شده باشه. خب ببینید شما حواستون باشه وقتی در مورد خودرو دارم میگم، خودرو قسمت‌های مختلفی داره دیگه. مثلا خودرو سیستم تعلیق داره. برای این شرایط طراحی میشه. بفرمایید آقای نادری، ببخشید من ندیدم پایین ترسه. بفرمایید. الان صداتو دارم ضعیفه یه مقدار البته. صدای بنده آره بگو صداتو دارم. خسته نباشید. می‌خواستم مقایسه این مرسی. با سی ان جی در واقع ال پی جی رو مقایسه کنم، چون الان ال پی جی خب فشار مخزنش خیلی پایین‌تره. بعد برای مسافت‌های طولانی هم مثلا تا 600 700 کیلومتر هم میشه با این گاز رفت، ولی خب با سی ان جی 100% به خاطر اون بحث سوختگیریش خیلی ضعیف‌تر میشه عمل کرد. بعد بعضیا میگن ال پی جی حتی مثل بنزین میتونه بالاخره نسبت در واقع انرژی انفجاری بالاتری داره نسبت به سی ان جی. آقای نادری یه لحظه وسط صحبتتون. وقتی ما داریم علمی صحبت میکنیم اصطلاحاتمون هم بی زحمت علمی باشه. انرژی انفجاری یعنی چی؟ آیا منظور خاصی دارین؟ چون من نمیدونم یعنی چی. نه یعنی بهتر میسوزه به خاطر در واقع انرژی آزادسازیش تو لحظه بیشتر از انرژی آزاد شدهش، انرژی که آزاد میکنه به ازای یک جرم مشخص بیشتره. بله قطعا بیشتره. خب بعد خیلی هم میگن خب به خاطر همین تو شتابگیری ها اینا و از گاز سی ان جی برای خودت خب خیلی بهتره. بله قطعا بهتره. چرا بهتره؟ چون ما یک موتور بنزینی با طراحی بنزینی داریم سوختش رو عوض میکنیم. خب سوخت ما برای یک سوخت مایع با این مشخصات داره در واقع تعریف میشه و کار میکنه. برای یک هیدروکربنی که مثلا اوردرش 38 هستش، خب 38 تا 16 من اینو بخوام ببرم به سی ان جی که 3H4 بسوزونه مسلما خیلی فاصله داره. این وسط پروپان مثلا 33H8، خب 33H8 34H10 اینایی که هستن اینا این وسط قرار میگیره. بهتره؟ بله بهتره. برای چی بهتره؟ برای خودروهای بنزینی که تبدیلشون کردیم. این چون به شرایط بنزین نزدیکتر از سی ان جی هستش بهتره. اما اگر یک خودرو بسازم که فقط ال پی جی بسوزونه و یه خودرو بسازم که فقط سی ان جی بسوزونه و هر کدوم هم به اصطلاح ددیکیتد باشه، مخصوص همون باشه، کدوم بهتره؟ اون وقت نمیشه با اینقدر با خیال راحت با فاصله گفت این بهتر از اونه. نه اصلا نمیشه با این فاصله گفت. اینکه الان میگیم ال پی جی بهتره به خاطر اینکه ما ماشین بنزینی رو ال پی جی سوز کردیم. بگو. اگه ما خودرو بسازیم که مخصوص گاز سی ان جی باشه، بله سی ان جی خب بالاخره نمیتونه مخزنش در واقع تا 110 150 کیلومتر رو میتونه داخل خودش جا بده، درسته؟ بله واسه همین میگم بالاخره هزینه ساخت و بالاخره به صرفه بودن هم مهمه دیگه. قطعا مهمه. ببینید این بحثی هست که وجود داره، این اون سیاست کلی است. ببینید الان من میتونم اگر من میخوام با خودرو فقط گازسوز بسازم نسبت تراکمش رو تا 15 میبرم بالا، تا 16 میبرم بالا. این نکته اول. یعنی دیگه اون 100 کیلومتر رو بحث 100 کیلومتر رو اینا نیستش. اولا مخازنش رو بیشتر میذارم، خب که برسونم به حد 300 400 کیلومتر برسونم به راحتی برسونم که رسوندن. یعنی چنین چیزی وجود داره. اما اینکه قیمتش میره بالا، قیمتش میره بالا. مشتری حاضره بخره یا نه؟ خب بستگی مشتری داره دیگه. خب این میشه سیاست کلی. خب من که نمیتونم مردم رو مجبور کنم. من خودم اصلا به عنوان مشتری من به ماشین بنزین حال میکنم، بنزینی سوار شم، راحت ترم تا اینکه برم صف گاز وایستم. اصلا به من ربطی نداره مخازن به نفت خام دنیا میخواد تموم بشه، خب تموم بشه، من چیکار کنم؟ خب بنابراین اون به سیاست گذاری میرسه که کدوم یکی از اینها میتونه موفق باشه. ما یه دیدگاه مهندسی داریم، ما تو مهندسی میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما تو مهندسی میتونیم یه خودرویی بسازیم که سی ان جی باشه، ددیکیتد باشه، یعنی مخصوص سی ان جی باشه. پیمایش هم مثلا تا 500 نرسونم تا 400 میتونم برسونم. خب ولی اینکه قیمتی زیاد میشه مشتری نداره بحث اقتصادی است و اینکه آیا من میتونم مشتری رو مجبور کنم یا نه بحث سیاسی میشود. سیاسی که منظورم سیاست گذاری کلان میشود. بگو. تو کشور ما خب ال پی جی الان ممنوع شده، درسته؟
LPG ممنوع شده به خاطر اینکه ما تکنولوژی های LPG رو نداریم. این نکته اول. تکنولوژی که دارم میگم این روند کارگاهی تبدیل موتوری که داریم میگیم رو نداریم. نکته بعدی اینه که ما LPG هم به اندازه CNG نداریم واقعا. خب ما به اندازه CNG LPG نداریم که بسوزونیم. بله EF7 موتور گازسوزش هم ساخته شده. آره آقای حسنی مقدم بفرمایید. صداتو ندارم آقای حسنی مقدم، میکروفونت بازه. استاد ببخشید این کشورهای پیشرفته که استاد تو زمینه صنایع خودروسازی خیلی به اصطلاح پیشرفته شدن، روی خودروهای سواری دیزلی کار کردن. آیا به اندازه همون روی خودروهای گازسوز هم کار کردن؟ یعنی ما خودروهای CNG خارجی هم داریم که با CNG کار بکنه؟ و اینکه آیا خودروهای CNG که تو ایران داری تولید میشه اینا استاد استانداردهای لازم رو دارن؟ بحث ایمنیش، بحث به اصطلاح از اینکه اون شرایط ایمنیش رعایت بشه رو دارن یا نه؟ خب ببینید سوالتون دو تا بخشاش. کشورهای دیگه دنبالش رفتن یا نرفتن؟ غیر از ایران کشورهایی که دنبال CNG سوز رفتن فقط آرژانتین بوده به صورت جدی و پاکستان. آقای حسنی مقدم میکروفونتو ببند بی زحمت، چون صدای من داره تکون کنم اذیت میشه. خب ممنونم. ببین غیر از ما نه کشورهای دیگه پیشرفته نرفتن. آرژانتین رفته، پاکستان رفته، کشورهای مثل این رفتن. آلمان هم خب مثلا کارخونجاتش این کارو کردن ولی خب خیلی توسعه پیدا نکرده. چرا دنبالش نرفتن؟ خاطر اینکه گاز ندارن. خب گاز ندارن. یعنی مثلا کشور آلمان اگه بره دنبال CNG سوز که چی بشه؟ خب بره دنبالش که چی بشه؟ بعد بره گاز بخره، بعدش گازش از کی باید بخره؟ از روسیه بخره. خب نمیخواد چنین کاری رو انجام بده. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که آمریکا دنبالش رفته. آمریکا هم دنبالش رفته، بحث کم کردن گازهای گلخانه‌ای دنبالش رفته و اونم نه برای خودروهای سواری، بیشتر برای موتورهای ثابتش رفته دنبالش. بنابراین اینجوری کسی دنبالش نرفته. ما هستیم که ما دنبال مخزن گاز دنیا رو اختیار داریم دیگه. ما به صورت جدی دنبالش رفتیم و طبیعی هم هستش. خب طبیعی هم هستش ما دنبالش بریم. اینکه استانداردهای لازم رو داره یا نداره اصلا ما موقعی که رفتیم دنبالش خیلی از استانداردها رو خودمون بعد تعریف می‌کردیم. تو حتی تا سطح دنیا جدی این نکته است. خب اینکه رفتیم سراغش داریم یا نداریم، بله تا حد ممکن داریم. خب یعنی واقعا مخازن ما مخازن خوبی هسته. شرایط موتور یه جوری شرایط خودرو بازطراحی شده، موتور بازطراحی شده، حتی موتور ددیکیتد هم ساختیم. خب ولی خب بعد وقتی میگم ساختیم خوبه همه چیز در سطح خودمون دیگه. مثلا اروپایی اون فاصله هست، خب برای CNG هم اگه اونها بسازن مثلا اون ببینیم که بنز ساخته واسه خودش ساخته قطعا بهتر از ماست، ولی ما برای خودمون در زمینهای در واقع مناسب قرار داریم. آقای مجیدی هم نوشت LPG که فراوون شده. آره ببینید LPG فراوون شده که شما باید حواستون به پایداریش هم باشید. LPG فراوون شده 2 روز دیگه کم نمیشه. خب یعنی ما تو این وسط بازه هایی نداشتیم که LPG کم شده بود. خب حواسمون باشه LPG کم بشه. اگر مثلا من به عنوان سوخت نمیدونم تو خونه میخوام استفاده کنم، میگم آقا این گازو نداریم اون گازو داریم. خب ولی اگه سوخت خودرو بشه LPG کم بشه که هیچی، که اصلا مشکل اجتماعی به وجود میاد دیگه. من منظورم از سوخت کم میشه اینه. خب بعد حواسمون باشه به پایداریشه دیگه. ما یه روز بنزین نرسه کشور ما میبینی چه اتفاقی میفته. سوختمون هم همینه دیگه. خب حواسمون به این نکته باید باشه. حالا میگم انشالله یک فرصتی باشه خیلی مفصل شاید بتونیم این بحثای خوبیه تو کلاس ارشد هم حیف این انجام نشه. خب حالا بچهای ارشد دکترا تو این کلاس هستن، حیف این انجام نشه. من ترجیحم اینه که مثلا 1-2 جلسه بزنیم این مقدمات که تموم شد بشینیم مفصل راجع به اینا صحبت کنیم و معضلات رو شما هم ببینید و بشناسید و بتونید قدرت تحلیل هم پیدا کنید راجعش. آره کاش میشد حضوری، واقعا کاش میشد حضوری، چون موقع خیلی بهتر بود، ولی نمیشه چیز کرد دیگه. LPG ماشین رو فرسوده میکنه؟ بله 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 قطعا. هم LPG هم CNG فرسودگی ماشین رو به شدت میبره بالاتر. اصلی ترین دلیلش رو هم بذارید من براتون بگم. به خاطر اینکه بخشی از روانکاری درون محفظه احتراق توسط بنزین انجام میشه. بنزین خودش هیدروکربونه دیگه.
بنزین و ترکیباتی که هیدروکربنی که به وجود میان قابلیت روانکاری دارن و این قابلیت روانکاری سوختی که یک مقدار مایع هست باعث روانکاری میشه. اما CNG و LPG گازن، این خاصیتشون کمتره، بنابراین روانکاری کمتری اتفاق میفتن. به همین علت هم به اصطلاح حالا غیر علمیش یه خورده فنی ترش یا کارگاهی ترش همون چیزی که آقای نجیدی نوشتن الان خشک کار میکنه. خشک کار کردن یعنی استهلاک بالاتر، یعنی فرسوده شدن موتور. به خاطر همین هم از توی حالا برای خودروهایی که گاز سوز هست روغن موتور قطعا باید عوض بشه که ما تو کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته. خب کلاس مبدل حضوری شد. به خاطر این حضوری شد که تعداد ببینید ما این داستان رو ما همیشه داریم. ببینید ستاد ملی کرونا مقرر کرده که کلاس های دکترا حضوری بشود تمام. خب کلاس دکترا اونایی که فقط دکترا بودن حضوری شدن، تموم شدن رفتن. بعد با توجه به که ما دانشکدهمون کلاس مختص دکترا نداریم، ما کلاس ها رو همه رو در واقع با هم دیگه کردیم، تحصیلات تکمیلی کردیم، قرار شد کلاس هایی که تعداد دانش بیش از 30% دانشجویانشون دکترا هستن حضوری بشه که فقط کلاس آقای دکتر شیخ الاسلامی این قابلیت رو داشت تا به همین نظر این اتفاق افتاد. و البته کلاسی که دانشجویان بین الملل داره هم نمیشه، یعنی کلاس دکتر رامیار هم قرار بود حضوری بشه که به خاطر حضور دانشجویان بین الملل نشد. کلاس هم همینطوره دیگه، ما هم فکر کنم 12 13 تا دانشجوی بین الملل تو کلاس داریم. خب حالا این سوخت‌های آخرش رو هم بگم. مخلوط زغال سنگ و آب بیشتر جنبه تاریخی داره. در واقع سوختایی هستش که قبل از اینکه بنزین و گازوئیل به این صورت پالایشگاه پتروشیمی به وجود بیاد، بالاخره می‌بینید دیگه پالایشگاه پتروشیمی 1900 مثلا فرض کنید 80 انقدر زیاد نبود، 1880، ولی ما موتور داشتیم. خب اونا بود. و بیودیزل. بیودیزل با اینکه دیزله و سوخت دیزل محسوب میشه، چون از منابع غیر از منابع فسیلی ما پالایشگاه میتونه به دست بیاد، سوخت جایگزین است، بسیار بسیار مهمه و خیلی آینده رو هم دارن تو این میبینن که با این سیستم کار بکنن. خیلی خوب، بخش سوممون اینجا تموم شد. خوب بود، بحثمون انجام شد. وقتمون هم که آره دیگه تقریبا هم ساعت 5 سر ساعتمون هم هستیم. حالا دوستان اگر نکته و سوالی دارند در خدمتشون هستم که بپرسند، اگر نه که میتونیم کلاس تموم کنیم. یک شنبه هفته آینده هم گفتم در مورد سمینار صحبت میکنم که بتونیم فرصت کافی در اختیار بچه‌ها باشه. آقای حسنین در خدمت شما هستم. صداتو ندارم آقای حسنین. خواهش میکنم. خب آقای حسنین داره تایپ میکنه، احتمالاً یا میکروفونش مشکل داره. نه خواهش میکنم، خیلی خواهش اگه اشتباه شد که اوکی، کاری نداره. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. امیدوارم که حالا خسته نباشید فعلا تا جلسه آینده که من در مورد سمینار صحبت بکنم. این فایل های ویدیویی گفتم، ویدیویی که چون سالهای قبلم بوده اونا رو براتون میذارم، جزوه و کتاب رو هم براتون میذارم، توضیحاتش هم تو کانال مینویسم براتون. خب توضیحاتم تو کانال براتون مینویسم که بتونید ازش استفاده بکنید. توی ویانا هم میذارم که از هر دو مسیر دسترسی داشته باشید. ممنونم، خسته نباشید و خدا نگهدارتون.